شب اول عروسی لیلا، دختری پرشور و با ایمان به کابوسی بدل شد که همه را در اطرافش شوکه کرد. آرمین، همسرش، او را به کاری متهم کرد که حتی فکرش را هم نکرده بود. این داستان روایت واقعی مبارزه با جهل، سنت‌های کهنه و فشارهای اجتماعی است. قبل از اینکه به سراغ ماجرا برویم، حتما کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و در قسمت کامنت ها کلمه آمین را بنویسید. لیلا دختر 21 ساله قدم‌های آخر خود را به سوی رؤیای زندگیش برمی داشت. ذهنش در دنیای هتل‌ها و آشپزخانه‌های آموزشی که در سال آخر تحصیلش در رشته هتلداری می‌آموخت، پرسه می‌زد. او نه تنها بلند پرواز بود، بلکه روحتی مشتاق داشت که نشان دهد سنت‌ها و رؤیاها می‌توانند در کنار هم باشند. نمازهایش را به موقع می‌خواند، در لباسش حجاب داشت و ایمانش در قلبش نور و قدرت می‌بخشید. خانواده‌اش در محله‌ای خوشنام زندگی می‌کردند و در لیلا ادامه ارزش‌های پایدار خود را می‌دیدند. هوا آن عصر سنگین و پر از انتظار بود. نگاه مادرش پر از دلواپسی و سکوت پدرش حاکی از خبری مهم بود. ضربان قلب لیلا تند می‌زد، با نگرانی و هیجان. در همان زمان آرمین همراه با خانواده‌اش در زدند. مردان در اتاق پذیرایی نشستند و زنان در سالن مجاور. صدای گرم پدرش را شنید که در حال صحبت بود و سپس سکوتی محترم برقرار شد. شکسته شده تنها با صدای پدر آرمین که با کلمات مؤدبانه گفت: امروز نزد شما آمده ایم تا دست دختر محترمتان لیلا را برای پسرمان آرمین درخواست کنیم، بر اساس سنت خدا و رسول. لیلا سرش را از شرم تکان داد و در نگاه آرمین نوری دید که نمی‌توانست توضیح دهد. خانواده ها موافقت کردند و زیر این ازدواج رضایت همه جلب شد. وقتی پدرش نظر لیلا را پرسید، او با صدایی آرام و کمی لرزان گفت: پدر، من قبول دارم، اما یک شرط دارم. کلمات او همه را شگفت زده کرد. لیلا با اعتماد به نفس که از آرزوهایش گرفته بود گفت: میخواهم سال آخر تحصیلم را کامل کنم. مدرک من برای آینده‌ام حیاتی است و به خودم وعده دادم که آن را به دست آورم. چهره مادر آرمین کمی جدی شد، اما سریع آن را پنهان کرد. آرمین کمی مردد و گیج بود، اما در نهایت با نگاه پدرش که از غرور دخترش خوشش آمده بود، موافقت کرد. دوران نامزدی طولانی شد و داستان لیلا و آرمین به موضوع گفتگو در محله بدل شد. آنها در مراسم خانوادگی کنار هم دیده می شدند و نگاه کنجکاو همسایگان تمام حرکت‌هایشان را دنبال می کرد. موفقیت ازدواج آنها نه تنها برای خودشان بلکه برای دو خانواده و کل محله مسئله‌ای مرتبط با شرف و شهرت بود. شادی بزرگ در انتظار بود و لیلا میان کتاب‌ها و رؤیاهایش فشار اطرافیان را مانند دستبندی نامرئی حس می‌کرد که هر روز تنگ‌تر می‌شد. ماه‌ها به سرعت گذشت، گویی نخ‌های زمان توسط دست تقدیر کشیده می‌شوند. لیلا دو زندگی را همزمان تجربه می‌کرد. زندگی دانشجویی موفق و زندگی نامزدی که شبها صرف آماده‌سازی خانه و زندگی مشترک می‌شد. او تحصیلاتش را با موفقیت به پایان رساند و در روز فارغ التحصیلی روی سکو ایستاد. مدرکش را در آغوش گرفت و قلبش از شادی و غرور می‌تپید. آرمین در میان جمعیت با نگاهی ترکیبی از غرور و مرموزی او را دنبال می‌کرد. شرط او به پایان رسیده بود و زمان وفای به وعده فرا رسیده بود. چراغ‌های رنگارنگ در بالکن‌ها نصب شد و زنگ شادی از هر خانه به گوش می‌رسید. روز فرا رسیده بود.
لیلا چادر سفید مزین به نخهای طلایی پوشیده بود و در اتاقش میان زنان نشسته بود، خود را محور جهان می‌دید. مادرش با کلمات گرم درباره صبر، اطاعت و حفظ زندگی زناشویی نصیحتش می‌کرد و پدرش پیشانی او را بوسید و با صدای لرزان گفت: ای دخترم، همان گونه باش که عهد کرده ای، گوهر محفوظ. عقد ازدواج با شادی عظیم انجام شد و همه چیز کامل به نظر می رسید. لبخند آرمین گسترده بود و شادی خانواده آشکار. اما لیلا حس می کرد شادی او شبیه نمایشی است که باید در برابر جامعه اجرا شود. انتظار اجتماعی به اوج خود رسیده بود و هر نگاه تبریک یادآور مسئولیتی سنگین بود. شب اول عروسی فرا رسید و لیلا آماده بود تا وارد خانه جدیدش شود. چادر سفیدش با نخهای طلایی می درخشید و میان زنان خانواده‌اش نشسته بود. قلبش پر از هیجان و اضطراب بود. نگاهش به آینه افتاد. دختری را دید که در آستانه مرحله‌ای جدید از زندگی خود قرار داشت. ضربان قلبش با ریتم طبل‌های شادی بیرون هماهنگ بود. مادرش با کلمات گرم درباره صبر، وفاداری و حفظ کرامت زندگی زناشویی نصیحتش می‌کرد و پدرش اشک در چشمانش داشت، اما با سختی آن را پنهان می‌کرد. عقد رسمی با صلوات بر پیامبر گرامی اسلام انجام شد و لیلا به همسری آرمین درآمد. همه چیز کامل به نظر می رسید. شادی خانواده ها آشکار بود و محله پر از جشن و زنگ شادی شده بود. اما وقتی لیلا قدم به اتاق مشترکشان گذاشت، ترس و اضطراب عجیبی وجودش را فرا گرفت. او نه تنها از ناشناخته ها می ترسید، بلکه از آزمونی که در پیش داشت نیز وحشت داشت. وعده‌ای که با مدارک رسمی ثبت شده بود، اما وعده‌ای دیگر بی‌نشان و خاموش انتظارش را می‌کشید. آرمین نزدیک شد، اما دیگر آن جوان دوست داشتنی نبود. نگاهش حامل حس مالکیت و فشار اجتماعی بود، نه محبت و آرامش. رابطه‌شان در سکوتی سنگین شکل گرفت. تنها تنش و هیجان محسوس بود. درد ناگهانی جسمی که لیلا حس کرد چیزی نبود در برابر درد روحی که قلبش را می‌فشرد. پس از اتمام لحظه‌های سخت، آرمین عقب رفت و چراغ کنار تخت را روشن کرد. نور زرد کمرنگ ملافه سفید را روشن می‌کرد. هنوز پاک و بی‌نقص بود. اما سکوت سنگین، سرد و یخزده میان آنها حکم فرما شد. لیلا منتظر بود کسی حرفی بزند، کسی او را آرام کند. اما نگاه خالی آرمین تنها باعث سردرگمی و ترس بیشتر شد. سپس آرمین با صدای خشک و سردی گفت: فکر می‌کنی من احمقم؟ چهره جوان مهربان او ناپدید شد و مردی ظاهر شد که تحت فشار سنت‌ها و جامعه تنها به آبروی خود و خانواده‌اش فکر می‌کرد، نه به عشق و احساسات همسرش. ترس از حرف مردم قوی‌تر از هر احساس انسانی بود. صبح شد و لیلا هنوز نخوابیده بود. مانند مجسمه‌ای از موم با چشمان خیره در تاریکی و روح لرزان از سرما و ترس تنها مانده بود. آرمین از تخت بلند شد و با عجله از اتاق خارج شد، گویا از صحنه‌ای فرار می‌کرد. لیلا خود را کوچک و تحقیر شده حس کرد. چیزی معیوب که باید پیش از خروج از اتاق پنهان شود. حضور آرمین سنگینی می‌کرد و با سکوت و بی‌حری لیلا را مجازات می‌کرد. در همان صبح مادر و خواهران آرمین به آشپزخانه آمدند. آنها با نگاه‌های کنجکاو و سرشار از تحقیر لیلا را زیر نظر داشتند. پارچه سفید نماد بیگناهی او هنوز تمیز بود، اما در چشم آنها تبدیل به نشانی از شکست شده بود. زمزمه‌ها و نگاه‌هایشان مانند شمشیری بر روح لیلا فرود می‌آمد و او در انزوای تلخ فرو رفت.
دوستانش نیز از ترس قضاوت جامعه فاصله گرفتند. سرانجام شایعات به خانواده لیلا رسید. پدر و مادرش با خشم و اندوه به خانه آرمین آمدند. مادر شوهر لیلا او را مقصر دانست، در حالی که پدرش از او خواست از خود دفاع کند. لیلا سوگند خورد به بیگناهی خود، اما در برابر سنت و ترس از رسوایی حس کرد که کاملاً تنها مانده است. رابطه او با آرمین سرد و سنگین شد و عملاً ارتباطی برقرار نبود. شب‌های بعد لیلا در سکوت و اشک گذشت. خانه‌ای که باید پناهگاهش می بود به مکانی یخزده بدل شده بود. وقتی آرمین رسما گفت که فردا او را به خانه پدرش باز می‌گرداند و طلاق خواهد گرفت، لیلا برای نخستین بار بلند شد و گفت: نمیگذارم با ننگ بیرونم کنید. پیش پزشک می‌رویم تا حقیقت روشن شود. آرمین تصور می‌کرد این کار او را رسوا می‌کند، اما پذیرفت. روز بعد در حضور خانواده‌ها پزشک قاطع اعلام کرد که لیلا باکره است و نوع پرده‌اش به گونه‌ای بوده که ممکن است خونریزی نداشته باشد. حقیقت ساده‌ای که جهل و ترس جامعه آن را به هیولایی بزرگ تبدیل کرده بود. پدر لیلا با شرمندگی به دخترش نگاه کرد و آرمین شکست خورده و رنگ پریده ماند. آرمین با عذرخواهی لرزان خواست از نو شروع کنند، اما لیلا در چشمانش ترس و عدم اعتماد دید و اعلام کرد که نمیتواند با مردی زندگی کند که نخستین پشتوانه‌اش را به او خیانت کرده است. پدرش کنارش ایستاد و از حیثیت او دفاع کرد. لیلا پس از سوگواری زندگی جدیدش را ساخت. با کمک سرمایه‌ای کوچک آشپزخانه‌ای برای تهیه غذا راه اندازی کرد و هویت تازه‌ای یافت. چند ماه بعد با مردی صالح و متدین ازدواج کرد. دلش آرام بود. خدایی که بیگناهیش را آشکار کرده بود، آینده‌اش را نیز می‌دانست. داستان لیلا تبدیل به زمزمه‌ای از مقاومت شد. قصه زنی که کرامتش را بر هر چیز دیگری ترجیح داد و نشان داد که پاک دامنی یعنی وجدان پاک و قلب شجاع. در پایان این قصه تلخ یک حقیقت روشن باقی می‌ماند. هیچ شایعه‌ای قوی‌تر از حقیقت نیست و هیچ زنی زیباتر از زنی نیست که برای عزت و کرامت خود می‌ایستد. گاهی کافی است یک نفر، فقط یک نفر جرأت کند بایستد تا تاریکی یک محله روشن شود. علم، آگاهی و شجاعت همیشه بر جهل و ترس غلبه می کنند. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپارم.